حديث أبو الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه. حديث أبو الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه إمام أحمد رحمه الله روايت کرده. حديث قصة يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام میگوید که الله سبحانه و تعالی 5 کلمه نازل میکند که یحیی علیه الصلاة والسلام میگوید که 5 کلمه به عمل کرده و قومت به رسول میگوید 5 کلمه. این 5 کلمه یکی از این کلمه ها چی بود؟ یعنی ذکر. میگوید که الله سبحانه و تعالی ما چی به امر کرد؟ ذکر. و امرنا الله عز وجل بذکر، ذکر کردن الله سبحانه و تعالی. یعنی و ذکر میگوید ذکر میگوید مثلا ذکر کردن کننده میگوید مثل آدمی که میگوید یک چیکار شد، میگوید یک از پی وی یک دشمن ها افتادند دیگه وی به نجات نیست، راهی گریز نیست، راهی سلامت و راهی نجات نیست و میبیند که در پیشش چی شده است؟ یک قلعه، یک مثلا قلعه مستحکمی را میبیند و بدون قلعه وقتی که میدراید از دشمن خود را چی میکند؟ نجات میدهد. از دشمن چی مییابد؟ نجات مییابد. علمی خیل آدمی که ذکر میکند به همین ذکرش از دشمن چی نجات مییابد، خودش محافظت میکند، یعنی خودش چی میکند؟ یعنی نجات میدهد از دشمن. این دشمن که شیطان نمیکته انسان، یعنی به ذکر دائم نجات نمیشد. هم به ذکر بسیار، هم به رسول صلی الله علیه و سلم چی میگوید هم صحابی به لا یزال لسانک رطبا بذکر الله، یعنی زبان دائم باید که چی به ذکر الله تعالی مشغول باشد میگوید علیه الصلاة والسلام. هم یعنی اما اذکار صباح و مسا، مثلا ذکرهای بعد از نماز، ذکر بعد از خواب، مثلا پیش از خواب رفتن، پیش از خواب رفتن و از خواب خسته در وقتی که آدم از خوابش میخیزد و اذکارهای صباح مثلا یعنی سحری و اذکارهای بیگاهی روز و اذکارهایی که مثلا شب میدارد، اذکارهایی که پیش از خواب رفتن، اذکارهایی که مثلا وقتی شمال به می شود و اذکاری که مثلا وقتی باران باریدن و وقتی شمال به و وقتی مسجد در آمدن، از مسجد بر آمدن، ماشین به مثلا هر یک مثلا دابه یک چیزی که انسان سوار میشد، ماشین باشد و مثل همین مسعد مثلا لیفت باشد، مثلا بالای خر باشد، اسب باشد، شتر باشد، بالای یعنی وقتی که سفر به میبراید انسان همه وقتا چی خودش به چی دارد؟ یعنی اذکارها دارد. هم یعنی انسان مثلا چی میکند؟ من اذکارهای هم چیزایی باید که چی بیارد؟ یعنی جو بیارد. هم یعنی این کتاب‌های اذکار نوشته شدگی مثل امام نسائی رحمه الله چی میگوید؟ یعنی میگوید که کتاب نامش چی میبیارد؟ عمل الیوم و لیله گفته کتاب میبیارد، یعنی سحر انسان مؤمن با شب و روز با چی ذکرها باید که چی مشغول شود گفته میبیارد. و ابن سنی رحمه الله كذلك مثلا چی میبیارد؟ اذکارهای مسای صباح میبیارد. و كذلك مثلا امام الحافظ النووي رحمه الله و ابن حجر و الکلم الطیب به شیخ الاسلام ابن تیمیه، همین اذکارهای انسان مثلا چی بنای گرفته از همین مثلا اذکارهای صحیح فقط برای که ذکر چی گفتیم توقیفی، ذکرهای مثلا چی ضعیف نمیخواند، ذکرهای صحیح اومدگی همین چیزهای خواندن به چی میکند؟ یعنی حرکت میکند. همین ذکرهای چی میکند؟ یعنی حرکت میکند که همین ذکرهای چی شود؟ یعنی همین ذکرهای مثلا حرکت کرده من باید که ابو پای ذکر همین ذکرها به مشغول میشود. نه